من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم، چون تشکر از خداوند همیشه عامل خیر و برکت هست و مایه رشد و تکامل و سعادت و خاتمه به خیر شدن هست. لئن شکرتم لازیدنکم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. ماه مبارک رمضان ماه پرورش اخلاقهای خوب هست، ماه پرورش تقوا، استقامت، صبر، سخاوت، تبادل عاطفه های زیبا، همدردی، رحمت، شفقت، مهربانی، خیرخواهی، تواصل، اتحاد، انسجام. ماه مبارک رمضان یکی از صدها بلکه هزارها بلکه بی نهایت کمالات هست، بلکه کل کمال نیست. اما خداوند به هر کدوم از این کمالات برنامه‌ای داده که به هر کدومش بپردازیم 100 تا کمال دیگر از خارج خودش به همراه داره برای انسان. اگر توجه بکنیم به روزه، زمان این روزه رو خداوند وسیع قرار داده، از طلوع فجر تا غروب، خیلی وسیع و ممتد. بعد زمان دوم این عبادت رو دوباره 1 ماه قرار داده، رمضان. و زمان سومش را طول عمرت قرار داده. تو هر وقتی میتونید روزه رو داشته باشید، بجز در روزهای مشخص مثل روز عید. سبحان الله، روزه خاصیتی داره که قبلا هم گفتم، از صبح تا غروب حتی اگر خواب باشید بازم ثوابت منقطع نمیشه. اگر معامله بکنید، باز کسب حلال در کنار این عبادت، باز هم ثواب روزت باطل نمیشه. اگر خلا برای قضای حاجت برید، بازم ثواب کامل روزت رو دارید، بدون اینکه نقصی در روزت ایجاد بشه. مزاح سالم بکنید تا چه برسه که در این ماه به عبادت بپردازید. خداوند هم شب ماه مبارک رمضان رو با برکت ساخته و هم روزشو.
دو چیز به درگاه خداوند شفاعت میکنن برای این انسان روزدار در طول ماه مبارک رمضان. یکی خود روزه میگه ای رب، من طعام و شراب را منع کردم برای این بنده تو و مطیع من شد. خدایا مرا شفاعت بده در این بنده خودت. دوست داشتنیهاش رو ازش گرفتم، چون تو دستور دادی ازش بگیرم. تسلیم شد. آب شیرین و گوارا حلال فکر میکرد که سمه، کشنده است، ولی تا از آن میگفت دوباره گوارا میشد، براش میخورد، مینوشید، لذت میبرد. اما با فاصله 1 ثانیه اگر اشتباهی این آب به حلقومش روانه کرده بود تهوع میکرد، اختف میکرد، میره بیرون، انگار که سمی وارد شده. ولی 1 ثانیه بعدش سبحان الله از آن میگه بسم الله علی برکت الله، اللهم لك صمت و علی رزقك افطرت. چه سریه. و قرآن میاد میگه ای رب، دوباره منم کتاب تو شب خواب و ازش گرفتم. ماه رمضان ماه زیاد صحبت کردن نیست، نه روزش، حتی صحبت دینی. ماه عمل دینی است. ماه تغییر رفتار هاست، نگرش هاست، باور هاست، نیت هاست، عاطفه هاست. عاطفه کاذب هم داریم، نزدیکی هاست، دوستی هاست. چه زیبا میگه. هر دوتا میگن ای رب. روزه میگه ای رب منعته الطعام و الشراب، قرآن میگه ای رب منعته النوم. هم انسان نوشیدنی دوست داره و هم خوردنی دوست داره و هم خواب دوست داره. قرآن میگه ای رب من کتاب تو هم کلام تو هم. همونطور که روزی میگه ای رب تو منو به عنوان یک دوست برای بنده مسلمانت فرستادی که کمکش بکنم در روز، و رشدش در نخوردن و در نیاشامیدنش هست. قرآنم میگه ای رب منم دوست دوم، شب خواب شیرین و گوارا رو ازش گرفتم که با من در مقابل تو بیسته و قیام بکنه و به تلاوت من بپردازه. منو شفاعت بده داخلی، به من اجازه بده تا شفاعتش بکنم. این بندی است که کلام تو را دوست داشته، از شنیدنش خسته نمی‌شده. پس ماه زیاد صحبت کردن نیست، ماه عوض شدن هست. باید تأملاتی در قرآن داشته باشیم، همینطوری که قبل از ما داشتند تأملات. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه می‌فرمایند 10 آیه از قرآن تجاوز نمی کردیم، 10 آیه، تا اینکه تلاوتش، تا اینکه احکامش، تا اینکه حلال و حرامش، تا اینکه اعتقاداتش، تا اینکه پیامهاش، تا اینکه بله و نهش، کجا میگه بله کجا میگه نه، و میدونستیم که کجا نازل شده، به چه خاطر نازل شده، ناسخ هست یا منسوخه، مکی هست یا مدنی است، آیات اعتقادی است یا آیات احکامه. بعد که کامل میکردیم تو خودمون 10 تا
10 تا دیگه تحویل میگرفتیم. و میگه یکی از ما اول ایمان به او داده میشد، بعد قرآن بهش داده میشد. و من میترسم که یک روزی بر امت محمد صلی الله علیه وسلم وارد بشه که اول حافظ قرآن بشه، بعد حالا اگه که شد دیگه مؤمن بشه، اگه نشدم قرآن فقط برای ارتزاق. همونطور که تو تلویزیون هم مشاهده میکنیم که تکلف میکنن، خودشون رو به 1000 رنگ در میارن، تعداد هم نشستن دارن کف میزنن. تکلف در خوندن قرآن نباید باشه، همونطور که تکلف در عمل شرعی نباید باشه، باید بر مبنای عشق باشه. قرآن با رمضان خداوند مطرح کرده با هم از هم جدا نمیشن. اگر مسلمانی در رمضان کم قرآن بخونه